به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض درود و سلام خدمت همه بیننده ها و همراهان عزیز شبکه جهانی صلح. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب و صحتمند و تندرست باشید و حال دلتان خوب باشد. بیننده برنامه رازها و نیازها از شبکه جهانی صلح با من سبنا حیدرزاده هستم و طبق روال برنامه در کنارم کارشناس بانو ماستر سعیده اکبری هستند که برنامه با ایشان ادامه میده. سلام بانو اکبری عزیز، وقت شما بخیر، خسته نباشید. عرض سلام خدمت شما. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ان شاء الله. با سلام مجدد خدمت شما و یک سلام ویژه خدمت بیننده‌های عزیز برنامه رازها و نیازها. ضمن آرزوی صحت و سلامتی خداوند رو باز هم شاکر و سپاسگزار هستم از اینکه برنامه مجددی رو در خدمت دوستان و بینندگان عزیز برنامه رازها و نیازها هستیم. ممنون شما، سلامت باشین. خب بیننده‌های عزیز، ما در برنامه قبل راجع به خشم و مدیریت خشم بحث داشتیم و متوجه شدیم که خشم و مدیریت خشم به چه معنا است و امروز هم قرار است در رابطه به راهبردهای مدیریت خشم بحث داشته باشیم. اما قبل از پرداختن به سوالات امروز از بانو اکبری عزیز خواهش می‌کنیم که طبق روال برنامه یک خلاصه‌ای از برنامه قبل داشته باشن تا باز بپردازیم به جزئیات برنامه امروز. بله حتما. ما در برنامه‌های گذشته، یعنی در 2 برنامه قبل، در رابطه با خشم و مدیریت خشم صحبت کردیم و تکمله بحث خشم و مدیریت خشم انشاءالله در برنامه امروزه که امروز صرفاً به بیان راهبردها می‌پردازیم. در جلسه گذشته ما در رابطه با مراحل خشم صحبت کردیم که 4 مرحله داره. مرحله اول مرحله رنجش بود، یعنی احساس رنج. مرحله دوم مرحله احساس ناکامی، یعنی نرسیدن به امیال و اهداف و احساس تهدید نسبت به خودت، نسبت به عزیزانت و نسبت به چیزهایی که برای شما حائز اهمیت هست و ارزشمند هست. مرحله سوم احساس خشم هست، یعنی شما حس خشم رو در درونتون تجربه میکنید و مرحله چهارم در واقع بروز خشم و اقدام به پرخاشگری هست. ما در واقع چند دست از شناخته شده ترین مراحل رویارویی با خشم رو داریم که یکی از اونها سرکوبی هست. یعنی فرد وقتی که با موقعیت خشم برانگیز مواجه میشه اون رو سرکوب میکنه. به چه شیوهی؟ یا در درون خودش فرو میریزه و یا اینکه هیچ عکس العملی نشون نمیده و این برای خود فرد، برای روحش، برای جسمش بسیار مخرب هست. مرحله دوم یا همون در واقع واکنش دوم به خشم و در واقع موقعیت‌های خشم برانگیز انتقال و جابجایی هستش. یعنی فرد انتقال میده خشمش رو نه به عامل خشم، به عامل غیر از عامل خشم، یعنی عامل اصلی خشم. فرض مثالش رو گفتیم که همسری میاد مثلا خونه و سر همسر و فرزندانش داد و بیداد را میندازه و غیره، یعنی محل کارش در یا با کارمندان شرکت یا با رئیس شرکت دچار مشکل شده و اینجا خشمش رو روی عامل که اصلی خالی نکرده و خشمش رو روی غیر از عامل اصلی تخلیه کرده. مرحله سوم در واقع کنترل هست، خشمش رو کنترل میکنه. مرحله چهارم فرونشانی هست، یعنی به شیوه کاملا هوشیارانه سعی میکنه خشمش رو فرو بنشونه و اون رو به دیگران ظاهر نکنه. خانواده های گسترده رو مثال زدیم که چند خانواده زیر یک سقف زندگی میکنه و مجبورن برای مدیریت روابطشون در واقع خشمشون رو بیشتر فرو بنشونن و به دیگران ظاهر نکنن برای اینکه روابطشون دچار تخریب نشه. مرحله در واقع بعدی بعد از در واقع فرو نشاندن گریستن هست، یعنی فرد تخلیه هیجانی و کلامی نمیشه، به صورت توهین میاد گریه میکنه، خودش رو به صورت گریه تخلیه میکنه. و واکنش افراطی به چه معنا؟ به این معنا که در مقابل فرد و موقعیتی که باعث به وجود آمدن خشم شده واکنش و پاسخ چطوری نشون میده؟ واکنش بیش از حد، پاسخ بیش از حد نشون میده. یعنی تهدید رو که غیر واقعی حسش میکنه و باعث میشه میزان خشم و شدت تهدید برابری نکنه و با بیشترین آسیب در واقع خشم و بروز خشم اتفاق بیفته. و بعدش واکنش انفعالی هستش، یعنی فرد به صورت ظاهری خشمش رو نشون نمیده ولیکن در واقع در 3 مرحله این کار رو انجام میده. واکنشش رو به خشم، به در واقع موقعیتی که خشمش رو برانگیخته. یکی خشونت انفعالیه، گفتیم که وقتی که فرد حضور نداشته باشه سعی میکنه اموالش رو تخریب بکنه
یکی رفتارهای مخفیانه است، مثل سخنچینی، مثل غیبت کردن، مثل رفتارهای تحقیرآمیز، مثل توهین زیر لب. و سوم بازی دادن هست. به چه معنا؟ تفرقه بیانداز و حکومت کن. شنیدین دیگه. گوشه میشینن، خب افرادی که باعث ایجاد خشمش شده رو به جون هم میندازه و اینها به گوشه میشینن و تماشا میکنن. اینها به 4 دسته کلی قابل تقسیمش که هر کدوم از این انواع زیر یکی از در واقع دسته ها قرار میگیره. دسته اول دسته منفعل هستش که برخوردشون منفعلانه هستش. کسایی که سرکوب میکنن، خشمشون رو در واقع در درونشون میریزن، هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن. اینها کسانی هستن که در دسته منفعل قرار میگیره و برخوردشون هم منفعلانه هستش، هیچ واکنش نشون نمیده، در واقع به جسم و روح و روانشون آسیب میرسونن. دسته دوم دسته پرخاشگر هستن، برخوردشون هم کاملا پرخاشگرانه هستش، برخلاف دسته اول که خشمشون رو در واقع بروز نمیدن. اینها به محض اینکه در واقع محرک ایجاد خشم ایجاد بشه، اینها خشمشون رو بروز میدن و برخورد پرخاشگرانه کلامی یا غیر کلامی دارن. دسته سوم گفتیم خودشون رو نشون نمیدن، همون کسایی هستن که یا به صورت خشونت انفعالی خودشون رو ظاهر میکنن، یا به صورت رفتارهای مخفیانه، یا به صورت بازی دادن. و مرحله 4 بهترین و مناسبترین شیوه مدیریت خشم رو و برخورد رو پیشه راه خودشون میکنن در مقابل موقعیت‌های خشم برانگیز. اینها چه کار میکنن؟ وقتی با یک موقعیت خشم برانگیز مواجه میشن، با رفتار قاطعانه‌ای که دارن سعی میکنن آگاهانه خشمشون رو بپذیرن و اون رو در جهت مثبت مدیریتش بکنن و بعد چه کار بکنن؟ اگر فرد مقابل هست و موقعیت نیست، فرد مقابل رو به بحث و مباحثه و گفتگو در موقعیت‌هایی که آرامتر هست در واقع وادار میکنه. تا رسیدیم به برنامه امروز، بیان راهبرد. بله دقیقاً. خب یکی از راهبردهای مدیریت خشم خودآگاهی هیجانی است. میشه در این رابطه برای ما توضیح بده؟ بله. خودآگاهی هیجانی یکی از راهبردهای مدیریت خشم هست. هر کدوم از ما و شما وقتی در یک موقعیت خشم برانگیز قرار میگیریم، خودمون رو در حالات و احساسات خودمون گم میکنیم. یعنی نمیدونیم چه حسی داریم، نمیدونیم در واقع چه حالتی داریم، نمیتونیم در واقع تو اون جور مواقع خشممون رو در واقع کنترل بکنیم، چون احساسمون رو گم کردیم. درسته؟ اینجا چیزی که به کمک شما میاد چی هست؟ خودآگاهی هیجانی هست. یعنی در آن واحد در اون لحظه احساساتتون رو نسبت بهش آگاه باشید که من الان حال حاضر حس غم دارم، حس شادی دارم، حس در واقع خشم دارم، چه حسی دارم. هر کدوم از اینها رو در واقع به خودتون بازگو میکنید و این باعث میشه که مدیریت خشمتون بالا بره. وقتی در موقعیت ناخوشایندی قرار میگیرید، یه در واقع چیزی، یک امری باعث شده که خشم شما برانگیخته بشه، توی اون لحظه با خودآگاهی هیجانی سعی کنید به خودتون بازگو بکنید که سپنا جان، شما الان ناراحت هستی، شما الان خشمگین هستی، سعی نکن عملی رو انجام بدی که پیامدهای منفی ناگواری رو برای خودت، برای روابطت به دنبال داشته باشه. یعنی همواره به خودتون گوشزد بکنید. حالا خودآگاهی هیجانی چطور و چگونه میسر میشه؟ ما چطور به خودآگاهی هیجانی برسیم؟ سعی کنید محرک‌های برانگیزاننده خشمتون رو بشناسید. سعی کنید که در واقع واکنش‌های شناختیتون رو یعنی شما در موقعیت راجع به خودتون، راجع به موقعیت مقابل، راجع به افراد مقابلتون چه نوع در واقع برخوردی دارین، چه گفتگوی درونی دارین. سعی کنید واکنش رفتاریتون چه برخورد کلامی و غیر کلامی رو صورت بندی میکنید. سعی کنید واکنش‌های فیزیولوژیکی و احساسیتون رو مورد شناسایی و بررسی قرار بدید. همین رو جلسه قبل هم من خدمت دوستان عزیز یادآور شدم که وقتی که مثلا شما فرض مثال میرین به پزشک مراجعه میکنید بابت بیماری که دارین، برمیگردین خونه، فرض مثال شما رو مادرتون به جای اینکه بپرسه که خب چطور شد، آزمایشاتون و مراحلش رو تکمیل کردی، دکتر چی گفت، حالت بهتر شده یا خیر، میرید چیکار کنید؟ مادرتون میپرسه که هزینه‌اش رو چقدر حساب کرد، آیا تو دفترچه بیمه اگر دوستان عزیز داشته باشه تو دفترچه بیمه ثبت کرد، آیا تخفیفی داد یا خیر. اینجا محرک برانگیزاننده خشم شما چی هست؟ عدم توجه مادرتون که به جای اینکه به مریضی شما توجه بکنه به وضع اقتصاد خانواده توجه میکنه. اونجا شما یک احساس خشم رو تجربه میکنید. این در واقع واکنش شناختیه. واکنش فیزیولوژیکیتون چی هست؟
اینکه بدنتون در واقع یه حالتایی به خودش حس میکنه، یا سرد میشه یا گرم میشه، دستتون مشت میشه، فکتون قفل میشه. واکنش های رفتاریتون چی هست؟ میخواین یه چیز رو بزنید به دیوار پرت کنید. واکنش احساسیتون اون لحظه چی هست؟ میخوام دوستان عزیز رو آشنا بکنم که چطور این مراحل رو مورد شناسایی قرار بده. و واکنش احساسیتون ممکنه احساس عدم ارزشمندی بکنید. پس این فعالیت رو خدمت شما دوستان عزیز بدم. فعالیت‌های جلسه‌های قبل خانم هیدرزاده عزیز شما انجام دادین؟ بله. خب خیلی هم عالی. انشالله که بیننده‌های عزیزم انجام داده باشن در دفترچه رازها و نیازهاشون. سعی کنید که آخرین موقعیتی که باعث ایجاد خشمتون شده، اون رویدادهایی که باعث ایجاد خشمتون شدن رو مورد بررسی قرار بدین، بنویسید و توی یک جدولی که همیشه ما یک جدولی داریم برای شناسایی و آگاهی نسبت به خصوصیاتمون، سعی کنید توی اون جدول اون در واقع رویداده که باعث ایجاد خشمتون شده، اون در واقع واکنش‌های رفتاری، واکنش‌های احساسی رو به همین شیوهی که در برنامه بیان شد بنویسید و در واقع واکنش‌های جایگزین رو به جاش بنویسید که اینطور مدیریت خشمتون بالا خواهد. بله دقیقاً. خب اون اکبر، یکی از راهبردهای دیگر مدیریت خشم فرجه زمانی هست. میشه در این رابطه برام توضیح بدین؟ بله. دومین راهبرد مدیریت خشم فرجه زمانی هست. یعنی شما در اون موقعیت به صورت آنی و لحظه‌ای واکنش نشون نمیدین. یه نفس عمیقی میکشین و بعد از اینکه نفس عمیق کشیدید به جای اینکه واکنش نشون بدین به اون لحظه فکر میکنید که چرا همچین اتفاقی افتاده و اگر در آن واحد واکنش نشون بدین گفتیم که عواقب ممکن هست جبران ناپذیر رو با خودش به دنبال داشته باشه. دوم اینکه موقعیت رو ترک بکنید. ترک موقعیت اگه براتون امکان داره، یعنی فکر بکنید، موقعیت رو ترک بکنید و فکر بکنید به اینکه در واقع ورای اینکه نیازاتون چیه، ورای اینکه خواستهاتون چیه، فکر بکنید به جای اینکه واکنش آنی و لحظه‌ای انجام بدید. گاهی اوقات ما میتونیم موقعیت رو در آن واحد وقتی که فرد به خصوصی روبروی ما هستش و ما میتونیم موقعیت رو ترک کنیم، موقعیت رو ترک کنیم و بسپاریم به زمانی که در واقع آرام شدیم، به زمان بعد، یعنی به بحث و گفتگو و مباحثه در رابطه با اون موقعیت خشم برانگیز بپردازیم. گاهی اوقات نمیتونیم موقعیت رو ترک بکنیم، ولی آنی و لحظه‌ای برای چند دقیقه، برای 1 ساعت، برای نیم ساعت میتونیم موقعیت رو ترک بکنیم. توی اون لحظه راهبردی که وجود داره، میتونید قدم بزنید، میتونید یه لیوان آب بنوشید، میتونید زنگ بزنید به دوستتون که مثلا چه کار بکنم. خب مشورت میکنید. همه این راهبردها فرجه هایی هست، یعنی فرصت هایی است که شما این فرصت ها رو به نحو معنوی خریداری میکنید برای اینکه خودتون رو آرام بکنید تا گفتیم از پیامدهایی که منجر به پشیمانی میشه، منجر به تخریب روابط میشه، منجر به چیزهای خطرناک میشه، واکنش‌های خطرناک میشه، جلوگیری به عمل بیاد. بله دقیقاً. خب بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاهی میگیریم و در ادامه برنامه با ما همراه باشید. سلام مجدد بیننده‌های عزیز، خوش آمدین به ادامه برنامه. خب بانو اکبری عزیز، از راهبردهای دیگر مدیریت خشم رفتارهای قاطعانه است. میشه در این رابطه توضیح بدین؟ بله، یکی از راهبردهای مدیریت خشم رفتار قاطعانه هستش یا به عبارت خشم سازنده هست. همین رفتارهای قاطعانه و خشم سازنده باعث میشه که ما در واقع در معرض آسیب‌های اجتماعی و فردی کمتر قرار بگیریم. فرض مثال یک فردی همیشه به شما بی احترامی میکنه، حرمت نفس و عزت نفس شما رو زیر سوال میبره، یا از ناحیه همکارانتون در واقع حقوق شما نقض میشه، یا از ناحیه خانواده یا از ناحیه دوستانتون حقوق فردی یا اجتماعیتون نقض میشه. بهترین شیوه تکنیک یا برخورد قاطعانه است، یعنی بهترین روش و مناسب ترین روش جهت در واقع اون موقعیت‌های خشم برانگیز، همون دسته 4 که خدمتتون بیان کردم. بهترین و مناسب ترین روش در واقع برخورد با در واقع موقعیت خشم برانگیز برخورد قاطعانه است، یعنی خشمت رو آگاهانه میپذیری با همون خودآگاهی هیجانی و بعد چه کار میکنی؟ به شیوه کاملا مدیریت شده بحث رو میگذاری برای موقعیت بعد، یا اینکه اگر همون لحظه در واقع خشمت رو ابراز میکنی، اون لحظه اول خودت رو آرام میکنی،
به فکر میری، فکراتو انجام میدی، بعد میگی که چی؟ حالا که آرام شدی و بعد توسط برخورد قاطعانه می چیکار میکنی؟ خشمت رو بروز میدی که در واقع هم خشم مدیریت شده است و هم عواقب آسیبزایی برای روابطتون در بر نخواهد داشت. بله دقیقاً. در رابطه با پالایش خشم‌های انباشته شده برای دوستان بیننده توضیح بده. بله، خیلی از افراد هستن که یک سری تجربه‌های ناخوشایندی از گذشته دارن، یک سری خاطرات ناخوشایندی که در واقع با بارهای هیجانی تا به امروز، مثلا ممکنه 10 سال قبل، ممکنه 5 سال قبل براشون اتفاق افتاده باشه و اون بار هیجانی، منظور خشم، احساس تهدید، همه اونها رو در واقع توی این چند سال با خودش حمل بکنه. خب و همیشه وقتی که این احساسها رو با خودش حمل میکنه یک احساس رنجی رو تجربه میکنه. وقتی این احساس رنج رو تجربه میکنه چه اتفاقی میفته؟ همواره دچار خشمه، همواره دچار ناراحتی هستش. یکی از تکنیک ها این هستش که بیای در واقع مواجهه داشته باشی، روبرو بشی با این خشمت. یعنی هر چقدر اجتناب بکنی به همون مقدار بار مسئولیتیش برات بیشتره. حالا از چه تکنیک هایی ما این کار رو انجام بدیم؟ خشم های انباشته شدهمون رو پالایش بکنیم. یک، نوشتن نامه. برای فردی که در واقع موجب ایجاد خشم شما شده یا موقعیتی که موجب ایجاد خشم شما شده، نامه بنویسید. و این نامه هیچ وقت نباید به دست فرد مقابل برسه. نامه می‌نویسید. توی نوشتن نامه چند نکته رو باید رعایت بکنید. یعنی خیلی تاثیرگذار هست این موضوع، چرا که باعث تخلیه هیجانی شما میشه. یک، نامتون رو نباید هیچ وقت خودتون مورد قضاوت قرار بدید. هر آنچه که جریان داشته رو ظاهر کنید، بنویسید. رفتاری که از شما در واقع صادر شده، رفتاری که از شخص مقابل صادر شده، حرف‌هایی که باید میگفتید و نگفتید، حرف‌هایی که طرف مقابل گفته و شما ناراحت شدید، و برای دفعات بعد، اتفاقات بعد یا موقعیت بعدی، حرف‌هایی که قراره بگید چیا هست. بله. چه احساسی اون موقع داشتید؟ چه احساسی موقع نوشتن داشتید و دوست داشتید چه احساسی فرد مقابل داشته باشه؟ همه اینها رو بنویسید، ببندینش. بعد از 24 ساعت دوباره یه نگاه بندازید. بخونید، موقعیت ها رو شناسایی بکنید. بعد از این موقعیت ها رو شناسایی کردید، ببینید چه چیزی میتونید ازش یاد بگیرید. هم باعث تخلیه هیجانی میشه، همون موقع فکرتون آرامتر شده و باعث میشه که موقعیت های جایگزین براش در واقع پیدا بکنید. مثلا همون واکنش رفتاری، واکنش هیجانی، واکنش احساسی، همه اونها اگر به گونه مدیریت شده نبوده، شما در موقعیت‌های بعدی چطور برخورد بکنید بهتر هست. بله. بعد تکنیک دوم، اول نوشتن نامه. تکنیک دوم، با یه فردی راجع به اون تجربتون، راجع به اون خاطره‌ای که ازش رنج میکشید و سالهاست در بار هیجانی اون رو با خودتون حمل میکنید صحبت بکنید. البته همیشه من این رو به مخاطبین هم یادآور میشم، به شما خانم حیدرزاده عزیزم همچنان، که با فرد صحبت بکنید که اهلش باشه، یعنی همدل باشه با شما همدلی بکنه. این احساسی که شما بیان میکنید رو حق شما بدونه، نه اینکه احساس شما رو قضاوت بکنه. اون احساسی رو که باهاش در میون میذاری حق شما ندونه و انکارش بکنه. با این افراد اصلا وارد صحبت و گفتگو راجع به مسائلتون نشید. اینکه فرد مقابلی که باش در رابطه با مسائلتون صحبت میکنید باید خسته تر و درمانده تر از خودتون نباشه. دیدین یه جوکی هست معمولا بین دختر خانم ها خیلی رد و بدل میشه. یه دختر مثلا یه خانومی که با شخص مقابل صحبت میکنه و درد دل میکنه، میخواد تلاش بکنه که فرد مقابل آقا من از تو بدبخترم. دقت کردید این موقعیت ها بین خانم ها یا نمیدونم بین آقایون وجود داره یا خیر، ولی بین خانم ها اکثرا وجود داره. سعی کنید با فرد صحبت کنید، یعنی فرد مقابلتون شخصی باشه که پرهیجان باشه، شخصی باشه که از آرامش خاطر برخوردار باشه. گفتیم خسته تر و درمانده تر از خودتون نباشه و از همه مهمتر هر دو، یعنی هم شما که دچار مسئله هستید و هم فرد مقابلی که باهاش صحبت میکنید، هر دو وقت و زمان گفتگو رو داشته باشید. یعنی عجله‌ای راجع به یه موضوعی صحبت نکنید، چرا که باعث احساس منفی در شما میشه.
و سومین کاری که انجام میدین این هستش که این رو به در واقع دفعات مکرر این رو انجام بدین، ولی سعی کنید که فردی که باهاش صحبت میکنید خیلی اهل باشه، یعنی خیلی اهل همدلی باشه. چرا؟ باعث پشیمانی شما نشه. سومین تکنیک صندلی خالی هستش. خیلی از دوستان شاید مثلا این رو یک در واقع امر غیر منطقی قلمداد بکنن، اما به منطقی یا غیر منطقی بودنش کاری نداشته باشید. سعی کنید مثلا فرض مثال کسی رو ندارید باهاش صحبت بکنید، حوصله نوشتن نامه رو هم ندارید، فقط حوصله دارید بگین، صحبت بکنید، بار هیجانتون اینجور تخلیه بکنید. یه صندلی خالی رو جلوتون قرار بدین، البته مراقب باشین کسی اطراف اتاقتون نباشه یا کسی حتی داخل خونه نباشه، چرا که یکی از دوستانم که مشاور بودن بهشون مراجعه کرده و تکنیک صندلی خالی رو هم بهشون مشاوره داده بود. گفتن که بعد از اینکه تماس تلفنی باشون برقرار کردن گفتن این چه شیوه‌ای بود آخه. من همسرم همون چیزایی که به همسرم گفته بودم، مخاطبم همسرم بود توی صندلی خالی، همسرم همه رو شنیده. مواظب باشین کسی نشنوه این موضوع رو. یعنی هر چی که در درونتون هست با در نظر داشت موضوعی که خدمتتون بیان کردم، سعی کنید مثلا اون صندلی خالی رو که قرار میدید کسی اطرافتون نباشه، مخصوصا اون فردی که در واقع مورد نظرتونه و باعث به وجود آمدن خشم در شما میشه. این که در واقع منطقیه یا غیر منطقیه، اینها رو اصلا کاری بهش نداشته باشید. پس اولین تکنیک برای پالایش خشم‌های انباشته شده نوشتن نامه است. اون رو حوصله‌اش رو نداشتید برای تخلیه هیجانی، چه کار میکنید؟ صندلی خالی. و اگر اون رو هم در واقع نتونستید، با یه فردی که اهلش باشه و اهل همدلی باشه، بتونه شما رو درک بکنه و مشورت خوب خدمت شما ارائه بده، با ایشون وارد صحبت و گفتگو نشه. خب آیا در رابطه با بازشناختن رفتاری یا الگوی ABCD به ما توضیح بدید؟ بله، بازشناختی رفتاری یا الگوی ABCD یکی از تکنیک های خیلی ارزشمند در واقع از بین بردن یا خنثی کردن خشم های شما هستش. الگوی A نشانه این هستش که اون رویدادهای فعال کننده خشم شما هستش. چه رویدادها، چه موقعیت‌هایی برای شما اتفاق افتاده باعث ایجاد خشم شما شده. الگوی B در واقع نظام باورهای شماست. آلبرت آلیس بیان میکنه که اون چیزی که باعث ایجاد خشم شما میشه رویدادها نیست، افکار و باورهای شما هستش. هم که در واقع در 4مین مؤلفه خودآگاهی بیان کردیم. این چقدر 4مین مؤلفه خودآگاهی مهم بوده و هست که مثلا هر حسی که ما داشته باشیم با اون ارتباط پیدا میکنه، چرا که همه چیز از فکر ما شروع میشه. یعنی فکر ما مثبت، منفی، افکار در واقع منفی یا همون افکار ناقص، گفتگوی درونی منفی و گفتگوی درونی منفی یعنی تفسیر ناقص و منفی، و باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ ما پیامدهای ناگواری رو با خودش برای ما به دنبال داشته باشه. یعنی در واقع این حس هیجان، این حس خشم رو تجربه کنیم بعد از اینکه اون فکر منفی به سراغ ما میاد، یعنی الگوی C رو تجربه بکنیم و بعدش میریم سراغ چالش ها، یعنی الگوی D. وقتی که آلبرت آلیس میگه که وقتی که انسان ها دچار خشم میشه، یک گفتگوی درونی منفی با خودشون همیشه دارن، یک گفتگوی درونی منفی که بهش میگن خودگویی. فرض مثال شما در صف اتوبوس ایستادین، ممکنه نیم ساعت ایستاده باشین، 15 دقیقه ایستاده باشین، یک فرد نااهلی بیاد شما رو هول بده بزنه کنار و خودش مثلا بره بالا، حالا بره روی صندلی بنشینه. اون لحظه شما چه فکر میکنید؟ چقدر آدم بی‌نزاکتی، چقدر آدم بی‌فرهنگی. همین میشه گفتگوی درونی، همین میشه خودگویی که باعث ایجاد خشم در شما میشه و در واقع پیامدهای ناگوار رو براتون به دنبال داشته باشه. زیر بنای خشم همیشه با یه باید و حتما در واقع همراه هستش. به چه معنا؟ همیشه شاید این عبارت رو شنیده باشید یا مثلا بین در واقع روابطتون با اطرافیانتون، اینکه انسان‌ها بر اساس در واقع قواعد احترام با هم دیگه برخورد داشته باشه، یعنی برخوردشون احترام گونه باشه، ولی باور شما این هستش که باید دیگران به من احترام بذاره و باید من به دیگران احترام بگذارم. این باور شماست، تبدیل به باید و حتما شده. وقتی که از عالم باور شما خارج میشه و به حیطه واقعیت
در واقع متصل میشه، میبینید بعضی از آدما به همدیگه بی احترامی میکنن. درسته؟ و وقتی که مثلا خودتون یا اطرافیانتون شاهد این هستین که بی احترامی میشه، شما دو رویکرد دارین، دو تا در واقع کار میتونین انجام بدین. یا اینکه اون رو برون ریزی بکنید، یعنی خشمتون رو برون ریزی بکنید، یا اینکه اون رو حاصل کار و فعل ناقص اون فرد قرار بدین. پس دو تا کار پیش روتون هستش و اینجا میرسیم به رویکرد یا الگوی دی از نگاه آلبرت آلیس که میگه که اون در واقع تفکرات غیر منطقیتون رو، اون باورهای غیر منطقیتون رو با چشماندازهای منطقی زیر سوال ببرید. باور غیر منطقی شما چی هست؟ این که من همه چیز رو باید تحت کنترل خودم قرار بدم. خب این باور شماست. وقتی باور شماست همه چیز که به تحت کنترل شما نباشه، چه اتفاقی میفته؟ احساس خشم در شما به وجود میاد و ممکنه مثلا حالا پیامدهای ناگوار رفتاری حاصل بشه. ولی وقتی که در واقع میای اون چشماندازهای منطقی رو جایگزین این افکار غیر منطقی میکنی که اصلا خب ما محدود به زمان و محدود به مکان هستیم، گاهی اوقات بعضی از مسائل خب ممکنه تحت کنترل ما نباشه، اون در واقع افکار غیر منطقیتون رو به چالش میکشید. بنابراین دوستان عزیز و شما خانم حیدرزاده عزیز، آخرین در واقع خشمی که موقعیتی که باعث ایجاد خشم شما شد رو در واقع در نظر بگیرید به لحاظ در واقع بازسازی شناختی از دیدگاه آلبرت آلیس. بیاین الگوی A، الگوی B، الگوی C و الگوی D رو اون رو مورد بررسی قرار بدید روی در واقع اون موقعیتی که شما خشم رو تجربه کردید. اینطور باعث میشه که اولین قدم تغییر چیه؟ آگاهیه. شما تغییر مثبت بکنید به سمت مدیریت خشم. بله دقیقاً. خب اون یک برای راهبردهای دیگری هم در مدیریت خشم هست یا خیر؟ بله. یکیش همین افکارمون رو سعی بکنیم تصحیحش بکنیم. افکار نادرستی که وجود داره، الگویی از افکار نادرست. این افکار نادرست که میگیم حاصل در واقع خشم‌های انباشت شده ما هستش و مثلا فکر ما روی احساس ما تاثیر میذاره و احساس ما روی رفتار ما، سعی کنیم این رو مدیریتش بکنیم. اگر مدیریتش نکنیم باعث ایجاد خشم نابجا میشه. مثلا فرض مثال، چون شما معتقد هستین که اگر رفتار پرخاشگرانه نداشته باشم ممکن هستش که مورد در واقع سوء استفاده قرار بگیرم، یا اگر قاطعانه برخورد نکنم ممکن است مثلا جواب مثبتی نداشته باشم در خیلی از مسائل، یا اینکه در خیلی از موقعیت‌ها من باید سکوت بکنم برای اینکه پیامدهاش رو در نظر در واقع سکوت بکنم برای اینکه از پیامدهای ناگوار جلوگیری بکنم و این باعث میشه که همونطور که گفتیم در واقع واکنش سرکوبی باعث میشه که هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی به شما آسیب برسه. پس این الگو رو در خودمون تغییر بدیم. یکی اینکه نوشتن اعداد به صورت برعکس هستش. این یک فعالیت ذهنی هستش که وقتی که شما خشمگین هستید ذهنتون از اون در واقع موقعیت خشم برانگیز معطوف میشه به اون فعالیت در واقع ذهنی. یا اینکه مثلا یک مفهوم، یک عبارت با معنا یا یک شعر با معنا رو در واقع توی ذهنتون متصور بشه، سعی کنید اون شعر رو به یاد بیارین. اون هم یک فعالیت ذهنی هستش که باعث میشه که شما از اون موقعیت خشم برانگیز فاصله بگیرید. یه تکنیک چراغ راهنما. چراغ راهنمایی رو همه ما دیدیم دیگه. بله. متشکل از چراغ سبز، چراغ قرمز و چراغ زرد هستش. چراغ قرمز یعنی ایست، متوقف باش، صبر کن. حالا یه نفس عمیق بکش و در واقع خشمت رو بروز نده، چرا که باعث پیامدهای ناگوار میشه برای تو. و سعی بکن افکار و باورهای منفی رو اون لحظه بروز ندی، پیامدهای منفی برای تو به بار میاره. دوم، چراغ زرد یعنی مواظب باش، احتیاط کن. وقتی که خشمگین هستی اون موقعیت خشم برانگیزت رو زیر سوال ببر. چرا خشمگین هستم؟ چرا ناراحت هستم؟ و چه کار بکنم که از این خشمگین بودن و ناراحت بودن خارج بشم با توجه به پیامدهایی که به دنبال داره. چراغ سبز یعنی تو آرام هستی. چه دختر هستی چه پسر هستی، آرام هستی. با خیال راحت اون تکنیک هایی که مد نظرت هست پیاده سازی کن. اون استراتژی هایی که مد نظرت هست پیاده سازی کن، البته با توجه به پیامدهای مثبت و منفی که برای شما به دنبال داره.
خب بانو اکبری عزیز، تشکر از پیشنهادات و نظریات ارزنده شما که امروز هم با ما ارائه کردید. زنده و امیدوارم که سلامت همیشه باشید. موفق باشین. خب بیننده‌های عزیز، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه و امیدوارم که از برنامه لذت برده باشین و از سخنان بانو اکبری نهایت استفاده برده باشین. برنامه رو به همین جای پایان میرسانم تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز من سبنا حیدرزاده در خدمت شما قرار میگیرم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.